با شوهر دوستم تو اتاق پرو یکی شدیم. تو آینه به هم نگاه کرد و گفت درود به همراهان عزیز. به این کانال خوش اومدید. از اینکه ما رو لایک و سابسکرایب میکنید سپاسگزارم. بریم سراغ روایت امشب. حوصله‌ام سر رفته بود. تصمیم گرفتم بعد از ظهری یه دسته گل بگیرم و برم دیدن دوستم نازی. به تازگی مغازه‌شون رو عوض کرده بودند و رفته بودند 2 تا خیابون اون طرف ترش. نازی با شوهرش مغازه لباس فروشی زنونه دارن. دوستم یه شیرزنه. مغازه رو روی انگشتش میچرخونه. البته آقا مسعود شوهرش هم آدم زرنگیه. کارشونو از یه مغازه اجاره‌ای شروع کردند و تا حالا 2 بار مغازه خودشونو بزرگتر کردن. شوهر نازی آدم خوش سر و زبونیه. ما رو از تو لونش میکشه بیرون. یه موقع‌هایی که دیدن نازی میرفتم برخورد شوهرشو با مشتریا میدیدم. چنان تعریفی از اجناسشون میکنه که طرف اگه به قصد خریدم نیومده باشه بالاخره یه چیزی ازشون میخره. خداییش لباسایی که میارن جنسش عالیه. بیشتر ترکی و اماراتیه. مشتری زیاد دارن. خود من مشتری پراپا قرص لباساشونم. هر موقع جنس جدید میارن نازی منو خبر میکنه و با درصد سود کمتر با هم حساب میکنه. عوضش منم هر جایی میرم تبلیغ لباساشونو میکنم و آدرس مغازه‌شونو میدم. من و نازی رابطه خوبی با هم داریم. از دوستای صمیمی قدیمی هستیم. به ندرت همراه با همسر خونه همدیگه رفت و آمد میکنیم. ولی من و نازی زیاد همو میبینیم. یه موقع‌هایی که برای خرید جنس سفر میکنه اگه خودش به تنهایی بره به هم میگه پریا تو هم بیا با هم میریم. هم به دوتاییمون خوش میگذره هم حال و هوات عوض میشه و یه مسافرتی هم رفتی. آخه نازی میدونه شوهر من اهل مسافرت نیست. تو این 5 سالی که ازدواج کردم همش یه بار مسافرت رفتیم. 1-2 بارم به احمد همسرم گفتم. حرفی نداشته من با نازی برم. ولی خودم تا حالا اراده رفتن نکردم. شایدم به این وضعیت عادت کردم. البته نازی هم یه موقعهایی با مسعود سفر میکنن. یه وقتایی هم مسعود خودش واسه خرید میره. خلاصه که کارشونو با هم پیش میبرن. از اینکه مسعود و نازی همیشه در کنار همند و زندگی و کارشونو با هم پیش میبرن لذت میبرم. یه موقعهایی پیش خودم میگم خوش به حال نازی. هم با شوهرش زندگی میکنه و هم در کنارش درآمد داره. درسته مسعود آدم سر و زبون داریه ولی تا حالا ندیدم وقتی کنار نازی هستم به هم نگاه کنه یا حرفی غیر از شغل و کارشون بزنه. یه جورایی نازی بهش اعتماد داره. واسه همین گاهی وقتا مغازه رو میسپاره بهش و خودش واسه خرید سفر میکنه. رابطه من و مسعود وقتی شروع شد که برای دیدن مغازه جدیدشون رفته بودم. وقتی با گل وارد مغازه شدم 2 تا خانم تو مغازه در حال خرید بودن. اطراف رو نگاه کردم. نازی رو ندیدم. سر مسعود که خلوت شد تازه متوجه من شد. اومد جلو منم تبریک گفتم و گل دادم دستش. گفتم نازی نیستش؟ گفت نه رفته قشم واسه خرید. گفتم ای وای کاش اول زنگ زده بودم. مسعود گفت حالا که این راهو تشریف آوردین بشینید یه چایی بیارم. گفتم مزاحم نمیشم. یه موقعی که نازی هست میام. گفت نمیذارم اینطوری برید. باید شیرینی مغازه رو بخورید. چند تا لباس خوشگل با رنگ شاد گذاشت جلوم و گفت تا اینا رو ببینید منم چایی درست میکنم. قبلا گفتم کلن آدم سر و زبون داریه. بالاخره طرف رو راضی به خرید میکنه. تا لباسا رو دیدم به نظرم یکیش قشنگ اومد. به محض اینکه چای و شیرینی رو آورد گفت پریا خانم انتخاب کردید؟ گفتم این یکی خیلی قشنگه. چه قیمتیه؟ گفت شما کاری به قیمتش نداشته باشید.
یه تم بزنید اگر پسندیدید شیرینی مغازه جدیدمون باشه. هرچی مسعود خوش برخورد بود، شوهر من عبوس و تودار. لباسو برداشتم و رفتم تو اتاق پرو. درو بستم و پوشیدم. 1-2 دقیقه بعد صدای تقه در اومد. مسعود از پشت در اتاق پرو گفت: پریا خانم، اندازتونه یا سایز دیگه میخواید؟ گفتم ممنون، همین خوبه. فقط تو رنگش موندم. گفت میشه درو باز کنید منم نظر بدم؟ اولش جا خوردم، ولی پیش خودم گفتم خب شغلشه، شاید منظوری نداره. آخه تا حالا همچین چیزی ازش ندیده بودم. درو باز کردم و گفتم اختیار دارید. جلوش یه چرخی زدم. گفت عالیه، فقط به نظرم لباس زیرتون باید یه جنس محکمتر باشه. اینجوری این لباس قشنگترم تو تنتون میایسته. بدون اینکه حرفی بزنم رفت و 2-3 تا لباس زیر تقریبا همرنگ همون لباسی که پوشیده بودم و آورد. گفت با اینا امتحان کنید. تا اومدم درو ببندم گفت: پریا خانم، حالا که مشتری نیست، خودتون اذیت نکنید. اتاق پروف کوچیکه، اذیت میشید. درو بذارید باز که راحت‌تر لباستون رو عوض کنید. از برخوردایی که داشت تعجب کرده بودم. شایدم تا حالا جلوی نازی جرأت نکرده بود اینجوری حرف بزنه. اینقدر زبون میریخت و نظر میداد که منم بدم نمی اومد در باز باشه و مسعود منو با این لباس ببینه. تا خواستم عوضش کنم سریع رفت در ورودی مغازه رو بست و برگشت. گفت ببخشید، نخواستم یه مشتری برسه. خلاصه بدون اینکه من بگم کمکم کرد. به زیری که رسید خودش یه رنگ جیغ و انتخاب کرد و داد دستم. گفت اینو باهاش ست کنید. خواستم در اتاق پرو رو ببندم که گفت حالا که در مغازه رو هم بستم، راحت باشید. این بار هم جلو اومد و از پشت کمکم کرد. خواستم در اتاق پرو رو ببندم که گفت حالا که در مغازه رو هم بستم، راحت باشید. این بارم جلو اومد و از پشت کمکم کرد که قزن لباس رو باز کنم. به محض اینکه باز شد تو آینه جلویی به هم نگاه کرد و گفت ماشاءالله، خوب خوش ترکیبینا. تمام حرفایی که میزد یا کمکایی که میکرد هیچ اعتراضی نمیکردم. قدم به قدم باهاش پیش می اومدم و منم راضی بودم. از پشت سرم اومد جلو. از تو آینه روبروم می دیدمش. اینقدری به من نزدیک شد که هیچ فاصله ای بینمون نبود. دستاشو گذاشت و شروع کرد به گفتن حرفایی که برای اولین بار از مسعود می شنیدم. از کی به من نظر داشت که موقعیتش امروز فراهم شده بود نمیدونستم. فقط اینو میدونم که زانوهام سست شد. هر دو تو عالمی فرو رفتیم که دل کندن ازش به راحتی ممکن نبود. مسعود کاریو شروع کرده بود که بدم نمی اومد منم ادامه بدم. به هم گفت پریا راضی بودی؟ بهش لبخند زدم. از فردای اون روز رابطه ما ادامه دار شد. یه موقعهایی که دلتنگ هم می شدیم، وقتی نازی تو مغازه بود، مسعود شرایط خونه رو در نبودن دخترش که مدرسه بود فراهم می کرد و با هم اونجا به هم می رسیدیم. 3-4 ماهی از رابطمون می گذشت و هر دو روز به روز به هم وابسته تر می شدیم. یه روز مسعود به هم پیشنهاد داد که باهاش برم سفر. گفتم چطوری هماهنگی کنم؟ گفت بگو با نازی میری. اون دوتا همدیگر رو نمیبینن که بخواد مشکلی پیش بیاد. درسته که سفر پر استرسی بود و ممکن بود هر لحظه مشکلی پیش بیاد. ولی از طرفی هم روی پای خودم بند نبودم که با مسعود مسافرت برم. بالاخره با کلی هماهنگی و عقب جلو کردن روزا با مسعود راهی سفر شدم. تو راه کلی خوش گذشت. به محض رسیدن مسعود یه سویت اجاره کرد و تو اون 3 روزی که اونجا ساکن بودیم هر کاری رو که قبلا تو انجامش محدودیت داشتیم و
با خیال راحت انجام دادیم. تو اون مسافرت مسعود سنگ تموم گذاشت. اینقدر به هم خوش گذشت که دلم میخواست این سفر حداقل سالی یک بار تکرار بشه. کنار مسعود آرامش خاصی داشتم. انگار سالها بود همدیگر رو میشناختیم. چشم تو چشم حرفایی میزدیم و برنامه ریزیایی میکردیم که انگاری قرار بود سالها در کنار هم باشیم. مسعود خریداشو انجام داد و منم یه مقدار سوغاتی گرفتم و به شهرمون برگشتیم. این مدتی که با مسعود رابطه داشتم تو زندگیم مدام اونو با احمد همسرم مقایسه می کردم. همین باعث شده بود که احمد متوجه تغییر رفتارم بشه. یه وقتایی هم باهاش حسابی بحث می کردم و از اخلاقش و این مدلی زندگی کردن شکایت می کردم. تو حرفام هیچ وقت حرفی از نازی یا شوهرش نمی زدم. ولی خود احمد می گفت این برخوردا به خاطر اینه که زیادی با نازی رفت و آمد داری. خلاصه که مجبورم کرد که دوستیمو با نازی محدود کنم. دیگه کمتر به دیدن نازی می رفتم. یه موقعهایی به هم زنگ می زد و می گفت چرا دیگه نمیای؟ از چیزی ناراحتی؟ منم هر دفعه یه بهانه‌ای می آوردم و بهش می گفتم. یه وقتایی هم که با کلی اصرار و بحث احمد رو راضی می کردم تا پیش نازی برم، با مسعود هماهنگ می شدم و با هم می رفتیم خونه‌شون. دوران طلایی و اوج فعالیت ما همون زمانی بود که با هم مسافرت رفتیم. از بعدش به خاطر بدخلقیای من که البته خودم مقصرش بودم باعث شد که دیگه نتونم مثل قبل با مسعود باشم. شاید اگه رابطه من و مسعود تأثیری توی زندگیم نداشت تا مدت‌ها میتونستیم کنار هم باشیم. بالاخره بعد از چندین سال زندگی مشترک با احمد به هم گفت که صاحب بچه بشیم. با این کار میخواست منو سرگرم کنه تا کمتر احساس تنهایی کنم. منم حرفی نداشتم. بالاخره سنم بالا میرفت و یه روز چشممو باز میکردم و میدیدم زندگیمون بدون هیچ ثمره‌ای گذشته. تو این فاصله نازی بچه دومشم به دنیا آورد و کمتر دیگه دم مغازه یا مسافرت میرفت. الان چندین ماه زیر نظر پزشک هنوز باردار نشدم. رابطم با مسعود هم تموم شد. ولی هر از گاهی برای دیدن نازی خونشون میرم. واقعا دلم نمیخواد نازی رو کنار بگذارم. البته بعد از اون مسافرت هیچ وقت نگذاشتم نازی و همسرم همدیگر رو ببینند و دستمون تو اون سفر رو بشه. حالا که فکرشو میکنم میبینم چقدر دل و جرأت داشتم که اون سفر رو رفتم. ولی در کل قشنگترین خاطره زندگیم برای خودم که همیشه تو حافظم باقی میمونه همون مسافرتی بود که با مسعود رفتم. وقتی یادم به اون روزا میفته تو تمام ثانیه‌هاش غرق میشم و لذت میبرم. از طرفی هم خدا رو شکر میکنم که مشکلی پیش نیومد و 2 تا زندگی از هم پاشیده نشد.